درود و عرض ادب و ارادت دوستای نهایت گرامی، طبق معمول لینکی را که برای شما روان کرده بودیم وارد همین میشیم. انتر میزنیم دوستای عزیز. در مرحله سومی از ثبت نام اکسپرس انتری کانادا قرار داریم. بازم میریم مستقیما روی وبسایت اصلی خود کانادا که متاسفانه باز نمیشه. چرا اینترنت ندارم یا چی بلا؟ اینترنت هم دارم، خوشبختانه که باز شد. خب دوستای عزیز، ما گفته بودم که این مراحل کلا ما و شما با هم بررسی میکنیم. میایم وارد اینجا میشیم. ما برای شما گفته بودم که بعد از او باز میایم وارد اینی سه پروگرامی است که شما واجد شرایط یک از یا باشین. معمولا کلا واجد شرایط اینزی و اینزی خواهد بود. میایم اینی رو باز میکنیم. گفته بودیم که تمام در ویدیوهای اول و دوم گفته بودیم که شما باید تمام مراحل را داشته باشین تا که اینی تیکی سبز زده اینجا بگیرین. و در این قسمت هم برای شما ساعت‌های کاریتون را محاسبه کردم و اینجا مهارت‌های زبانتون را گفته بودن که ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ باید داشته باشین که ما دینا رو در ویدیوی دوم بررسی کردیم. برین سایل بکنین. ایژوکیشن هم گفتیم که در ویدیوی دوم بررسی کردیم و یکی اسنادهای دانشگاه و مکتبتون را در کجا اوالیویشن بکنین هم اینجا گفته بودیم. مهم نیست که شما این از دانشگاه فارغ شده باشین. اگر شما از مکتب هم فارغ شده باشین، شما واجد شرایط علمی برنامه هستین. میریم که در کجا باید اسنادتون اوالیویشن بکنین. میاین در قسمت پایین. اینجا 5 دونه ارگان برای شما گفته که در اینجا میتونید شما اوالیویشن بکنین که مهمترین از این ورلد ایژوکیشن سرویس است. شما میتونید که در این قسمت چی بکنین که اکثر کسا در اینجا اوالیویشن یا مدل سازی میکنن اسناد خود. دیگه شما دوستای عزیز، این قسمت کسایی هست که کسای خیلی پروفشنال هستن، مثل متخصص، دکتر، انجینیر. مثلا آرکیتکت گفته که شما وقتی که میرین گفته دینی قسمت در سازمان سی بی باید اسنادتون بررسی بکنین و اوالیویشن یا مدل سازی بکنین. کسایی که دکتر هست، دکترها باید گفته که در اینجا مدیکال کانسل اف کانادا باید چی بکنه؟ اوالیویشن بکنه اسناد خود. کسایی که فارماسیست هست، فارماسیست ها هم باز اینجا برای شما گفته شده که این فارماسیست دین قسمت باید اسناد خود اوالیویشن بکنه. خب از اینجا میگذاریم میایم روی بحث امروزی که چی هست. مهمترین بحث اینجاست. خب از اون موضوع میایم در اینجا که شما در کل چقدر امتیاز لازم دارین. امتیازی که شما لازم دارین 67 امتیاز است که باید داشته باشین. در اینجا گفته شده که اگر 67 دارین شما واجد شرایط هستین. اگر از 67 پوینت داشته باشین شما واجد شرایط نیستین. این پوینت ها را ما باید اسکور ها را چه رقم به دست بیاریم. تنها 28 دانه از این زبان هست. یعنی 28 پوینت از این زبان هست. با شما میاین دین اینجا که چه رقم داشته باشین ایرا خودتون بررسی بکنین پوینت های از ایرا. و ایژوکیشنتون یعنی تحصیل بگنام تحصیلتون 25 پوینت هست. و خدمت شما عرض بکنم که امی تجربه کاری شما 15 پوینت هست. اگر شما اینمی قسمت را تنها پوینت هاش کامل بیارین شما 68 پوینت دارین. دیگه نیاز نیست که از او پایین بیاین. اگر هم شما گاهی وقت مثلا شما در این قسمت ها پوینت کم میارین، مثلا در زبانتون پوینت کم میارین، در ایژوکیشنتون پوینت کم میارین، در اکسپریانس یا نمی اسکیل خود چیز کم میارین، پوینت کم میارین، باز در اون صورت شما یک پوینت از سن و سالتون هم دارین. شما سعی کنید چقدر خوب در نظر گرفته. فرض مثال بیاین بریم اینجا. اگر شما زیر 18 سال هستین هیچ پوینت ندارین چون شامل از این پروگرام نمیشین. اگر بین 18 تا 35 سال هستین 12 امتیاز دارین که خیلی امتیازی بالا است. 36 سال اگه باشین 11 امتیاز، 37 سال اگه باشین 10 امتیاز. هر قدر که سنتون بالا بره امتیازتون پایین میاد. تا یکی 46 سالگی یک پوینت دارین، از 46 به بالا 47 به بالا دیگه شما کدام پوینتی ندارین. در این قسمت در اون صورت شما باید تمام پوینت های خود را از طریق اینیا چیز بکنین، تکمیل بکنین. و اینجا اینا برای کسایی است که مثلا توسط کانادایی ها استخدام شده باشه، اینا را شامل شما زیاد فکر نکنیم که شوه. و بعد از اینکه شما این چیزها را داشتین باز شما مرحله بعدی وارد مرحله بعدی میشین که باید برای خود پروفایل بسازین. یک حساب در وبسایت GCK داشته باشین که بسیار حسابی
با سکیوریتی بالا هست و باز کردنش هم سخت نیست، آسان هست، ولی یک مقدار دقت زیاد لازم داره. بعد از او باز شما راحت میتونین میرین وقتی که پروفایل باز کردین امتیازاتتون میادم و چیزتون باز اینجا بررسی میشه. بررسی که شود شما میتونین که داخل کانادا شوین. بسیار راحت هست، خیلی سخت و دشوار نیست اگر شما دقت بکنین. دوستای عزیز، این مرحله سومی از ثبت نام بود. اگر شما فرض مثال مرحله اول دوم میخواین، در کانال یوتیوب موجود است، برین اونجا و را ببینین و برای از اینکه ویدیوهای بعدی را ببینین بیننده باشین. دوستان عزیز لطفاً کانال یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین که تا ویدیوهای بعدی را با شما شریک بسازیم و ما برای شما قول میتونیم که تا مرحله آخر یعنی میره که شما یک جای پیش میرون. بسیار بدون از اینکه مثلا از بعضی مؤسسات هست که در راستای مهاجرت کار میکنه، باز شما این چیزا رو یاد نمیده دیگه. اونا میبره در یک مرحله که باز کارش در بند باشه، باز از شما پول طلب میکنه یا مثلا امتیاز طلب میکنه، شما دوام بتین باز کار شما رو پیش ببره. ما نه به هیچ وابسته نیستم، من شخصی این الله یک کاری میکنم، ولی دنبال فالوور، دنبال بعضیا میگه تو چرا اینقدر دنبال فالوور و لایک فالو هستی؟ بله برادر من، خب کار ماست. وقتی که من ایره پخش بکنم خیلی برای کی ایره نشر بکنم؟ خب برای فالوور میکنم. چقدر فالوور بیشتر میبینه، بیشتر مستفید میشه، بیشتر کسایی که خواهان آمدن در کانادا است رایش کارشون حل میشه. این کدام کاری بدی نیست که شما فرض مثال اینقدر میایین در ویدیوها یا در کامنت ها نوشته میکنین. خب امیدوار هستم که تا این قسمت براتون مفید بوده باشه.